سلام و درود خدمت دوستان. برگشتم با قسمت هیجانی قلعه یزید شهرره تهران. قسمت دوم حتما ببینید. خیلی ها داخل پست قبلی قسمت اول پرسیده بودن که چرا اجنه‌ای تو این ویدیو نیست، ولی تو قسمت دوم پرتاب میکنن سنگ و نشانه میدن. حتما این ویدیو رو ببینید. ویدیو شکارش هم یکی دو روز آینده تو ویدیوهای کوتاه خود یوتیوب میذارم، ببینید. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نکنید، پشیمون نمیشید. حتما ببینید، لایکو بزنید. خیلی دوستتون دارم. اگر این جستجو حمایت بشه حتما این جستجو دوباره شهرره خواهم رفت. بریم قسمت دوم ببینیم. همیشه حرف کم میاریم، باز میبینمت. میشنوید بچه ها؟ ساکت، یه ساکت گوش کنید. شنیدید؟ بچه آخر لایو میگم اینجا کجاست. داداش داریم میایم پایین، ببینیم. خیلی سر صدا هست. چیو؟ نه برداشتم، صدای باد نیست، تق تق صدا میده. حالا آخر فیلمو ذخیره کردم میبینم. آخه باد اینجا نیستش که. حالا اون روزی که شهریار رفت بودم چرا باد بود؟ نه بادی نیست اینجا. میشنوید؟ این صدا نبود و بالا اومدنی ها. دوستان عذرخواهی میکنم چون لایو زنده اینستاگرام بوده با کیفیت 720 داخل یوتیوب ببینید. لایو چون ضعیف و قوی میشه شاید کیفیت ویدیو پایین میاد، ببخشید. بریم ببینیم. اونجا یه سینه. لیزر میندازم؟ اون لیزر داره ولی من صدا رو دارم میگم. ببینید بچه لیزر رو شاید تو این اتاقک هست. چیز جان چرا خوبه رو خاموش کن، باتری این داره تموم میشه. میترسیم بمونیم. نور نهید اینجا؟ یه چیزی نور زد. بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. خب نور نمیاد. بچه اون خونه رو میبینی چراغو؟ یا اول صدای چی میاری؟ مثل صدای پارسه. یکی اون صدای پارسه. نه آقا کلانتری نیست بابا، لیزر سبزه. چرا که به کلانتری داره؟ بیا بریم پایین هم ببینیم. فقط به پایین یه تیکره که سنگاش نازوره. ببینید صدا قطع شد بچه ها.
خاک نور رو جذب میکنه، چرا قوه قویه ولی خاک نور رو جذب میکنه. بیا اینجا بپری. اصلا زیر بود. بسم بمونیم امشب. پشت سر من بیا. این بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق. بچه ها میبینی صدا قطع شد، تق تق صدا میکرد، صدا قطع شد، انگار یکی از تو دهن داشت صدا در می‌آورد. صدا قطع شد. ببینید دوباره شروع شد. ترسیدم بابا. صدا شنیدی؟ بله هستم بسی یه صدایی میاد، نمیدونم دوباره صدای گوگلش کنم میاد. اون چرا قوت رو بده من؟ این چیه؟ کاری نداری؟ میام الان میام. بچه ها قلب ندی، بچه ها نت ضعیفه، بچه ها میگن. بسم الله الرحمن الرحیم. حست میکنم، میدونم اینجایی. صدا اینجا بده. من صدا میخوام بدونم حضور داری تو این مکان. فقط میخوام وجود تو به دیگران ثابت کنم، کسایی که بهتون اعتقاد ندارن، کسایی که ازت اعتقاد. اینجا چی بود تکون خود بالا؟ این هرچی اینجا چیزی داره. ببین این صدا چرا قفر بده من بینه میگیره اونو. نه نمیگیره. اوه اینجا پرتگاه، اینجا پرتگاه. بیا اینو خاموش کن. آره منو عرق کردم. بچه ها اینجا بگین چراغ یه دقیقه خاموش میکنم ببینم صدایی. بسم الله الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم. صراط الذین أنعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین.
صدای چیه؟ صدای سوت میاد. این بالا جا اینجوری نبود. بیایم لیزره رو هنوز دارم میندازم. چرا خود به خود خاموش شد؟ من نیدم متوجه نشد. صدا شما این یه پارک دیگه. بچه ها خیلی جای مانور داره اینجا، خیلی جای مانور داره. فضا سنگین، صدای تق و تقی که میومد قطع شد. الان یه بار صدای سوت اومد، یه بارم 10 دقیقه پیش اومد. بچه چقدر از لایو مونده؟ بیا بالا سنگ انداختم بچه ها. شنیدید؟ دست نزنی کدومه؟ بچه ها این سنگ، دست نزنی فقط به خدا قسم. این هم سنگ میندازه، اون سری هم انداخت کنه. بچه ها سنگ اومد اگه شنیده باشید. نشونه بده، واضح نبود. نه دیگه نمیندازه، دیگه نمیندازه. چرا؟ نمیندازه دیگه. اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحیم. سنگ انداختی ولی واضح نبود. من حس میکنم سنگی ننداختی پایین. یک بار دیگه بنداز. اگه واقعا اینجای خودت اثبات کن، یه بار دیگه سنگ بنداز. چرا خوبت خاموش کن کلا. میگم اینجا یه چیزی داره، بس گفتم صدای سنگ نمیاد. ایشالله که صدای سنگو شنیده باشید. بچه ها پیج ما رو دنبال کنید، کارهای بزرگتر داریم. حالا الان بخوای نمیندازه. خب نمیخواد، شوخی کردی، مزاح کردی با سنگ. زیاد بیمزه بود، شوخی خیلی بیمزه بود.
شنیدید؟ دیگه نمیدونم چه سنگی بود. بسم الله الرحمن الرحیم. دوباره گوشم داره سود میکشه. چرا قوه چرا خاموش میشه؟ الله به ذکر الله تطمئن القلوب. اللهم ذکر الله و تطمئن القلوب. اللهم به ذکر الله و تطمئن القلوب. بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق. دوباره صدای سنگ اومد. بسم الله الرحمن الرحیم. الله به ذکر الله و تطمئن القلوب. اللهم ذکر الله و تطمئن القلوب. اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق. نمیدونم، فکر کنم بالاست یا از پشت سره. اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق. من انقدر راهو نیومدم بازی تو ببینم من اومدم ازت تصویر صدا ضبط کنم. اگه میخوای اثباتت کنم خودتو با سر و صدا نشون بده. وقت منم نگیر. باتری گوشی من داره تموم میشه. چراغ قوام داره تموم میشه. صدا، تصویر، نور، ضربه. بریم. آقای یا خانوم، جنه اجنه، من میخوام برم انقدر راه اومدم. سر صدا داشت ولی صدای خوب واضح میخوام. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نمیدونم کدوم سمت صدا رو شنیدی؟ من شنیدم. بچه یواش یواش بریم پایین. وقتم نیست، داره نزدیک صبح میشه. اگر بتونیم بریم جای دیگه تا یه نیم ساعت دیگه معلوم میشه. اگر نتونیم یا اول بغل گوشم آمد شد. بیا میزنه سرمه رو گوش کن. صدای سنگ رو میشنوید بچه ها؟ بچه ها صدا رو شنیدید؟ چند بار سنگ زدن؟ آخری از بغل گوشم رد شد.
یه رخ بده آقا، یه رخ بده خانم اجنه. ما داریم میریم و ایشالله یه سلفی هم ازت بگیریم. تو دوربینم بیفت حداقل، به چشم من نمیای. رو این دیواره ببینی میفته. بریم بچه ها، انشالله که لذت برده باشید. وای بسم الله الرحمن. بازی میکنه بچه ها. وای دوباره سنگ انداخت. تو علامت بده. بچه ها این دوستمون بغل منه به خدا، یعنی پولن صدا. آره خیلی وضعش سنگینه. داره بازی میده ما را، داره بازی میده ما را. بیا بیا داداش بیا. حالا اگه صدایی باز اومد، ایشالله که صدایی، تصویری، رعدی، نوری، زوری، یه چیزی از خودش نشون داده باشه. ایشالله که لایو ما لذت برده باشید. بنده امیرعباس سلطانی هستم، پیج ماجراجو ماورا. ایشالله که دلتون خوش. ممنون از همه بچه‌هایی که تا این دقیقه بیدار موندن، لایو ما رو دیدن. لایو رو ذخیره میکنم. ایشالله که لذت برده باشید. شبتون خوش. ما اینقدر راه اومدیم، این دوستمونم ماشینش خراب شد بنده خدا. ایشالله که لذت برده باشید. شبتون بخیر. یه صورتی هم بده. انقدر میگن آقا چهره نشون بده، چهره نشون بده. اینم چهره نشون. ما رو پشتیبانی کنید. چشش افتاد. بچه شبتون خوش. ایشالله فردایی پس فردایی، حالا امشب اگه شد دوباره میرسه. سنگ دوباره اومد. اگه شد حالا میریم فردا پس فردا. اگه جور نشد لوکیشن هست ولی ماشین نیست بچه ها. ماشین من خدا ورزشم خرابه. اگه کسی میتونه بیاد ما رو کمک کنه، انشالله کارهای بهتر بزنیم. البته وفا. اینم از ماجراجوی دوم ما تو این لایف پیج. شبتون بخیر. دوستتون دارم. خداحافظ. خداحافظ. ممنون و تشکر از دوستانی که تا آخر این ویدیو قسمت پایانی قلعه یزید شهراری دیدن. سپاسگزارم. حتما اگر این ویدیو حمایت بشه، لایک بشه، سابسکرایب، کامنت بذارید، درخواست کنید. اینجا شروع دوباره خواهم رفت. جستجوهای بعدیمون انشالله به زودی شروع میکنیم. ممنون، تشکر. اگه کسایی هم که ما رو سابسکرایب نکنن سابسکرایب کنن، کامنت بذارن، فراموش نکنن. ما پیگیر دنیای ماورا هستیم که واقعیت های دنیای ماورا رو به شما نشون بدیم. ما مستند کار میکنیم. بنده محقق، مستندساز، جستجوگر هستم و دنبال حقیقت دنیای ماورا هستم. خیلی ممنون، تشکر. انشالله که بتونیم کارهای بهتر، روزهای بهتر در کنار هم داشته باشیم. خیلی دوستتون دارم. امیرعباس هستم، جستجوگر دنیای ماورا. شبتون خوش. یا حق تا قسمت بعدی جستجوها.